لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. السلام علیکم تماشابینان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من است. تماشابینان عزیز، ولاگ امروزمون از همین دسترخوان زیبا سر میکنیم. زودی شوهرم بودن، منم خیلی کم ترک دسترخوان ساز کردم. سحر شوهرم گفتن هیچی نخورین، زفترک نکرده میریم یگان چای خونه توجیکو همونجا بگیم زود روزه جشن میگیریم. بعدن ما خستیم همه کسا رفتیم چای خونه توجیکو، همونجا کسی که دلش چیزی خواست هوای گرفتش کمامون وای کردیم بگیم سیر کردیم. بعدن هم در پراگولکا کرده خونه آمدیم. خونه دقیقه دم گرفتیم بگه بود وقتی خوراک شام تیار کردم بودک. بعد ما خستیم در همه خیلی دسترخوان تیار کردم. چیزی که در خانه بود همه رو در دسترخوان موندم. راستی شوهر من نغزم بینه که زود روزشون جشن گیریم. یگون بور یگون تیاری نمیبینیم، همه خیلی زود روزش مونده. یگون جو میبرنمون تماشای و چه خونه توجیکو میریم، یگون چی بگیم وای میکنیم میگیریم میخوریم. بعدن ایرز باشه ما هم خیلی خودم گفتم باید دسترخوان کنیم، خیلی کمتر میشنیم همه کسا. یعنی سه کسی ما که همه کسا بسیاری بدم نیستیم. ما خیش تپورو را گفتیم بیاین زود روز شوهر من خیلی همه عدمی کوروش راه دوره نزدیک نیستیم که در آویده بیاین، راهشون یک ساعتی 2 ساعتی راه. هیچ کنایی اومده بود. خودمون سرجمع شیشتیم هم خیر. بعدن هم خیلی خوراک تیار کردم، هم در گوشت و باید گریبی بلغارسکی پیاز پامیدور همه خیلی چیزا رو هم خیلی بیریون کرده و بعد کمتر کریویت کجوشوندم. شوهرم کریویت کردن از ببینن من نمیتونم خود. دوستان عزیز، ولاگ امروز فقط ولاگ خوراک تیار کردنه. ولاگ تا آخرش تماشا کنین، دستگیری فراموش نکنین. باردارم که به شما پسند میآید. حتما لایک و کامنتاری مونین. کسانی که پادپیسات سکردگی نیستید پادپیسات سکنین. تست از ویدیوی نه با خبر شوین. یکم شده شما تماشا کنین. خوراک ما تیار شد دوستان عزیز، هم خیلی اومد. خوراکم خیلی کرده در طریقه برداشتیم برای دسترخوان میبریم و ما اشتیای طعام کدام خورده است با وایو هم اشتیای طعام. در جا باشه دوستان عزیز گالوپسی تیار میکنیم. همه چیزاشون من شوره تازه کردم. محصولاتی که در خوراک من در پوره گوشت مایده کردم. فرش قطی نیست، گوشت خیلی مایده قطی. فرش قطی من نازم بریم گالوپسی روستی برای گوشت مایده شون کردم. برنج در روش انداختم، همشون خوشرو عرقشون کردیم. بعدن کم تر پریپرا و نمک انداختم. پریپرا و مرچ سیاه انداختم. تمام دیگر هیچی. انا کارتوشکا، سبزی، پیاز، بلغاری، پامیدورشون خیلی مایده کردم. دیگه موندیم بالای پیلت در روغن کم تر گرم شد. بعدن هم مسئولت را داختم خیلی بیرونشون کردیم. ولاگ خیلی آخرش تماشا کنین دوستان عزیز. این دیگر روزای بگیم با خوراک برای باید تیار کرده استفادیم آبیتا گالوپسی. تماشابینان عزیز، در اینجا باشه مانتو کردیم. مانتوی کدوگی و گوشتی مالک از زولاش گرفتم. تونه کردنم خبریدم شونه. واسه باشه فرش را میمونیم و میپیچونیم شونه. در فرش کدوگیمون روغن گوسفند و گوشت گوسفند اختگیم. شوهرم گوسفندی نغز ببینن. برای اول بگیم شوهرم دام خیلی گوسفندی تیار کردم و بعدن خودم گفتن که کدو را مونندرونش ده کدو موندم. کدوی هم خیلی کوبیک مایدهشون کردم. ایتیور کنه برواردم شونه. ولاگ تا آخرش تماشا کنین دوستان عزیز. چه خیلی که گفتم این روزا ولاگ پخت و پز تیار کردن خوراک همه خیلی میشه. تماشابینان عزیز، در آخر ولاگ موزیک میمونم. با شما تماشای با فراغت ولاگ تا آخرش تماشا کنین. خیر در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. با ویدیوهای آینده خداوند همگیت نگهبان باشه. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها
باور میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. کی بی مادر همه خوار است، تو باور میکنی یا نه؟ کی بی مادر همه خوار است، تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم، سخن سر میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ تو امشب آمدی خوابم، سرم را سیله کردی. تو امشب آمدی خوابم، سرم را سیله کردی. زیدی داری تو من شادم، تو باور میکنی یا نه؟ زیدی داری تو من شادم.